امروز با هدف شناسایی با وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، آمادگی‌ها به چاره‌بینی مهم سیاسی و ورزشی دوی ملی و تازگی و تراوت مرکزی ولایت، اینچنین استقبال سزاوار از تنین غلبه بر گرمانی فاشیستی در سالهای 1941-1945 رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان یادگار فایزов و رئیس شهر خاروغ میرزانباد علیشیر خدابرده از میدان غلبه و میدان دوستی دیدن نمودند. اینچنین رئیس ولایت و رئیس شهر خاروغ با ساکنان شهر، آدمان دارای کسب و کار گوناگون صحبت سرراهی را دایر نمودند که محتوای این صحبت‌ها وسعت سازندگی و آبادانی بود. رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان و رئیس شهر خاروغ از میدان اسماعیل سامانی مرکزی ولایت تا میدان غلبه و میدان دوستی واقع در بازار مرکزی شهر قد راه اساسی با ساکنان اندیشرانی داشته از مردم تقاضا نمودند که با تمام نیروی خود در آبادی این سرزمین اجدادی مکان تاجیکان کوهستان سهمگذاری نمایند. بدخشان مکان تاجیکان اصیل مسکن کوهستان با دستان نیرومند و عرق جبین بابایان ما آباد شده است و امروزها نیز با پیشبرد سیاست والای و ترنمگر وحدت و وحدانیت راهبریت عالی مملکت و سهم و زحمت ما و شما باید از این هم آبادتر بگردد. هدف ما با تفاخر و سربلندی، با زحمت پسندی و رزق و روزی حلال استقبال نمودن تنتنه‌های در پیش ایستاده می باشد، قید نمودند در صحبت با مردم راهبر ولایت و شهر خاروغ. در میدان غلبه و میدان دوستی که در روبروی همدیگر موقع دارند، رئیس ولایت و رئیس شهر را سابقه‌داران مهنت استقبال نموده با عرض احترام ابراز داشتند که میدان غلبه و میدان دوستی شهادت از شهامت ملت می باشد. میدان غلبه بازگو از جاننثاری فرزندان تاجیک من جمله فرزندان بدخشانی در سالهای 1941-1945 بهر آزادی مملکت می باشد و این میدان بشارت از تاریخ گذشته نچندان دور منطقه است. تنها با یادآوری از گذشته می توان آینده شکوفا را بساخت. رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان یادگار فایزов و رئیس شهر خاروغ میرزانباد علیشیر خدابرده اظهار داشتند که تا تنین روز غلبه یعنی 9 می این میدان تراوت و حسن تازه را زم خواهد نمود. جای تعمیر طلب از نوسازی گردیده به مکان تماشاباب تبدیل خواهد یافت. همزمان گروه کاری از میدان دوستی نیز دیدن نموده بهر تازگی گرد و اطراف آن به جای دیدن باب و مکان فراغت تبدیل دادن میدان مسئله گذاری گردید. بابت لوحه خاطروی میدان دوستی که به شرافت 105 سالگی حفظ سرحدات ولایت مختار کیستان بدخشان از جانب مرزبانان فدراسیون روسیه گذاشته شده بود، قید گردید که این لوحه خاطروی نیز شهادت از صحیفه‌های رنگین تاریخ غنی منطقه می باشد. بابت دیگر کارهای آبادانی نیز سپاههای کوههای گردونرس پامیر معمولا شهر دیار دامن گردون با حسن و تراوت و نفاست خود جالب دارای طبیعت نکهتبار و آدمان سالار امروزها چون دیگر شهر و نواحی وطن تاجیکان به جشن ارجمند ملت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان آمادگی پوره دارد. خاروغ امید هر یک ساکن ولایت و نگین بدخشان نگین این منطقه افسانوی تاجیکستان می باشد.